درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار. من مریم دولت و در خدمت شما هستم، چون همیشگی و همکار گرامی من محمود کمیر با من هستند و امروز صحبت خود را در پیوند دوگانگی خودمون به شما پیشنهاد خواهیم کرد. موضوعی که امروز پیشنهاد شده است خیلی موضوع عجیب است. برای من موضوع غیر عادی است و حتی نمیدونم که اطراف این موضوع من چه گفته میتوانسته باشم، زیرا پیشنهاد شد از جانب همکار گرامی من. موضوع سیاره زمین است. سیاره زمین چگونه جا است؟ آیا این تحفه است یا جزا؟ آیا نعمت‌های روی زمین برای ما هستند و یا ما برای آن نعمت‌ها هستیم؟ چگونه مناسبت ما با سیاره خودمون باید داشته باشیم؟ ما کلمه زمین رو همچون کلمه مادر هم بعضا استفاده میبریم. زمین مادر میگیم. در بعضی کشورها زمین پدران میگویند. ولی چیست زمین؟ سیاره زمین این پدر ما است، مادر ما است، این روزی دهنده ما است و دشمن ما است که همیشه انتظار است که ما بمیریم و در ما رو به آغوش بگیرد. چی سیاره زمین؟ امروز میخوایم بعضی سوال ها و بعضی جواب های خودمون رو که در مغز خود ما پیدا شده است به شما پیشنهاد کنیم و شاید از اون سوال و جواب ها برای شما هم یک چیزی برای خودتان مفید، یک چیزی که برای تکان دهنده باشد، برای رشد ما پیشنهاد کرده شود و شما از آن استفاده کنید. موضوع البته مناسبت بیننده رو، بیننده تلویزیونی سفینه رو البته دیگر میکنه، چون که ما امروز اطلاعات میدهیم که شاید اطلاعات رو داشتن داور میشه، اطلاعات های میدهیم که مناسبت خود یک شخص با زمین، با سیاره زمین امروز از زینه گوییم که دوست داشتن و زینه عقلی و از آن و زینه روحی معنوی مقدسات می رود، چون که زمین در برابر اون که اگر ما اون رو که مادر بگیم از مقدس است. یکی از عنصرهایی است که در فلسفه فرهنگی ملی ما آمده است، عنصر خاک. و خود وطن عزیز ما در جایگیر است که در آن یک موافقی استروگیوگرافیای خودی همین زمین، پیدایشی خودی وطنی ما، سرزمینی که ما در آن عصرها زندگی کرده ایم، در زیر تاثیرات‌های گوناگونی البته سیاره ها هست و قوه های الکترومغناطیسی آن البته در آن خیلی زیاد هستند و یکی از خوشخبرها در میتوانیم ما برسانیم امروز که همون 4 عنصری که ما اونها را عنصرهای هستی میگوییم که از فیزیک هم اثبات شدن، اینها در همین سرزمین ما پره هستند. هم آفتاب هست، هم هوا هست، هم آب هست و هم خاک هست. برای همین یک خصوصیت‌های مثلا افضلیت نسبت به جاهای دیگری و گفتنی که وطن بهشت آسا است از همین حساب است که اساس‌های گویم که کیهانی و اساس‌های گویم که جغرافی دارد. وقتی که ما در زمین راه می‌گردیم و می‌بینیم که یک فراخ است، در آیه‌های قرآنی هم آمده است، ولی خود زمین یک سیاره هست که فقط طرز حیات او نسبت به حیاتی که انسان از کلی فرق میکند. زمین که قوه الکترومغناطیسی در اطراف خود دارد، زمین پوست دارد، زمین استخوان‌های خود را دارد، زمین عضوهای داخلی خود را، زمین یدرای خود را دارد که در آنجا اگر در یک حجره ما میتوخندری باشد، در زمین یدرایی است که در آنجا سینتز میشوند بعضی ماده های کیمیایی که با واسطه ولکان ها بیرون. اکنون علم اثبات کرده است که سیاره زمین سیاره هست که البته اقلیم معتدل دارد، در یک مسافه از آفتاب قرار دارد که نه گرمی و نه گویم که سردی در آن در یک حالت معتدل قرار دارد که حیات را نیست نمی کند و 2 مرتبه در یک روز نفس می گیرد
نفس الکترومگنیتی. برای همین ما هر در 24 ساعت یک شبانه روز تا 4 متر بالا میخیزیم و پست میشه. ما که در یک دقیقه اگر 16 تا 20 مراتب نفس گیریم، نفس ما با هوا هست، نفس زمین باشد، نفس الکترومگنیتی و در آن البته هوا هست، چون که سنتز های در آن یادرو هستند، 2 مراتب هست. سببش آن است که مثلا زمین کلانتر است و زمین غذای خود را دارد. در یک مثلا روز چندین میلیارد تن فوتون ها به زمین میزنند و 2 میلیارد تن گردهای کیهانی در بالای زمین میزنند و بارانی که میشود همین گردها رو میشوید، آنها رو برده در بحرها میماند. در قعر بحرها لایه غوص است که آنها تکشین میشن و از قبط منطیه، از قبطی گوییم که لیتوسفر سنگی زمین میگذرند. ما بعضا چنین چیزها رو میگیم، آنها رو ما مومیا میگوییم. وقتی که از نوک کوه همان آب تکشین میشود و بعض الیمنت ها رو میبرد، از بعض جاهای کوه بیرون نمیشود، یعنی راست نمیرود و قعر گوییم که زمین نمیرود و از بعض جا میبرد. ما آن رو مومیا گرفته به شکل مومیا دارو که همه الیمنت ها رو دارد استفاده میبریم. اکنون تصور کنید که قبط سنگی رو میگذرد و قبط سنگی در بعد قبط سنگی قبط منطیه هست که عبارت هست از همین مومیایی که ما میگوییم و در درون منطی هست یادرای زمین که آتش سوزان است و در اونجا آهن است که به شکل گداخته قرار دارد و همین قوه الکترومگنیتی گرد زمین که شعاعهای آفتاب کشنده آن را نمیماند از قوه های الکترومگنیتی محافظت میکند. محض از همون آهن مرکزی زمین هست. انا اکو تصور کنید که همین گردها رفته در همونجا تکشین میشن و آن غذا هست و هنگام پر شدن یادرو که ما انسان که مثلا حاجت دارد، زمین هم حاجت خود را دارد، با واسطه ولکان ها آنها را بیرون میکند. یعنی اون چیزایی که برای ضرور نیستند دیگر در داخل و برای پیدا شدن باز از نوع گردشی گوییم بله اخراج میکنند. یک گردشی ماده های که شیمیایی، ماده هایی که در اطراف ما زیاد هستند، یک گردش خود رو مانند آب گردش میخورند. اکنون زمین عبارت است از یادرو، قبط منطی که ما گفتیم مانند مومیا هست، قبط لیتوس یعنی سنگ، لیتوسفر میگن، قبط گیا یعنی همین سنگی که ویران میشد، خاک میشد، قبط گیوسفر، قبط گیدروسفر یعنی آب در بالای اون است، قبط اتمسفر هوا در آن است و از گیوسفر یعنی زمین گیدروسفر، از قبطی گوییم که اتمسفر و تاثیرات قبط دیگری که ایونوسفر میگویند، آفتاب که در از بالای اتمسفر بالاتر است پیدا می شود بیوسفر، قبط حیات، حیاتی که در روی زمین است و آن عبارت است از 3 حیات رستنی ها، بطنی که گویم حیات حیوان ها، زواج حیات انسان ها، نوسفر. انا اکنون این 3 قبط بیولوژی رو تشکیل میدهند. اکنون تصور کنیم که از همه قبط با عقل روی زمین آدمان هستند. اگر انسان رو هم تقسیم کنیم قبط های زیادی نیرون ها دارد، استخوانی و موشکی و پوستی و گوشتی یک نسخه زمین است و نیرون ها حجره های معینه سر آدم انسان رو صاحب عقل کردن. حجره های یعنی انسان روی زمین را صاحب عقل کرده است و زمین در نزد سیاره ها افتخار میکند با عقل خود. انا این از آن سیاره زمینی که ما میبینیم که پوست او که 80 کیلومتر است که هنوز علم و تکنولوژی حاضره تا 14-20 کیلومتر آن رو کنده است. انا برای همین زمین یک امروز سر کرده که ما قسمی از زمین هستیم و زمین زنده هست و ما نیرون های با عقل زمین هستیم. پس واقعا ما نسبت این سیاره نازنین خیلی سیاره زیباست، سیاره سبز هم میگن، کهناوردان از بالا وقتی میبینن
اون در نظرشون سبزگون می نماید. بعضا سیاره کبود میگن و بس بله میگن و واقعا ما فقط عکس‌هاش رو میبینیم و اونها مفتون میشوند، از بلندی میبینن سیاره رو و مفتون میشن. یعنی اون نیروی عجیبی مفتون کننده دارد. این تصادفاً نیست. مفتون شدن حیوانات ما در تنها به خاطر اون است که این زمین زادگاهشون است. یک تاثیر دیگر هم دارد و زمین، سیاره زمین برای من مثلا مقدسیش در چیز دیگر هم است. او بنی بشر رو متحد میکند. بنی بشر اینجا زندگی میکند و همه ما وقتی که ما میگیم، وقتی که درباره مثلا دکلراسیون حقوق بشر است که همه انسان ها در روی زمین حقوق یگانه دارند، حق زندگی دارند در روی زمین. این حق‌هایی است که واقعا ما از شعور کیهان میگیریم هنگامی که به دنیا میایم و زمین آن رو تامین میکند. اگر زمین نباشد حق زندگی ما هیچ میشود، ما آن را استفاده کردن نمیتوانیم. و اکثر فرهنگ هایی که قدیمه هستند، مثلا فرهنگ هندویی، فرهنگ چینی و فرهنگ تاجیکی، ما اگر بیایم بر ریشه های قدیمه ما دین زرتشتی و کتاب اوستا درباره مقدسات زمین اندیشه های خیلی زیاد گفتند. درباره حفظ کردن این زمین خیلی زیاد گفتند. در مابین همین دوره شد که این فرهنگ ها تاثیر خودشون رو کم کردن و جنگ های خون ناشامی که در بین در جامعه جهانی برای خودش بنیاد کرد نسبت زمین خیانت های زیادی هم کرده شد. مثلا بریده شدن جنگل هزارها، سوختارهای زیاد و خود جنگ که مثلا خراب بازارها رو به وجود می آورد. آدمی زاد شهر بنیاد میکند و آدمی دیگری میآید این شهر رو ویرانه میکند. آدمی زود فرزند تولد میکند، کلان میکند و یک نفر دیگر که او هم آدم است میاد این آدم رو میکشد. اینها جبرهای هستند که به سر زمین ما آوردیم. و امروز قوه دیگری هست. فرهنگ انسانی همیشه در رشد است و همیشه ارزش‌های والای خود رو پیدا میکند. یک حرکتی است با نام گرین پیس. خیلی حرکت شدید است، خیلی طرفداران زیاد دارد و امروز این فرهنگ شکل‌های گوناگونی تطبیق خود را پیدا کرده شده است. مثلا یک گروه آدمانی هستند که مثلا اگر گرین پیس طبیعت را حمایت کند، و گروه آدمایی هستند که طبیعت را به طور دیگر حمایت میکنند. آنها از غذای حیوانی دست میکشند، زیرا میگن که حیوان جسم زنده دارد، جان دارد و چی بودن درد را میداند. کشتن مال زنده فقط به خاطر غذا هنگامی که چیزی دیگری برای خوردن داره، این جبر است. این هم رشد فرهنگ آدمی است. و از طرف دیگر از بس که خود زمین مادر ماست، چون که مادر با کودکش از جسم خودش شیر برآورده میدهد و در دوره که انسان شیر مادرش را میخورد دوره بهترینش است، زیرا در اون شیر همه چیز هست. برای کودک تا 3 ساله اگر که فقط شیر بخورد چیزهای دیگر ندهد کلان شدن میگیرد، زیرا همه چیز رو میگیرد. و زمین هم خودش اون چیزی که در او میروید به اون که حیوانها رو بکشیم برای ما غذا میدهد. امروز معلوم است که مثلا سفیده که ما گمان میکنیم به گوشت نمیشود، ما میدونیم که در همه چیز دانگی، مثلا نخود، ماش، لوبیا، اون سفیده رو که از ترکیب گوشت ما میگیریم در خودش دارد. گمگلبینی که ما میگیم به گوشت نمیشود، مرحمت و به انار بخورید، لبلبو بخورید. همه رستنی هایی که در روی زمین هستند این همون شیر مادر هستند برای انسان. اگر انسان آنها رو بشناسد، اگر انسان به قدر آنها برسد. بین رستنی و گوشت چه فرق است؟ رستنی رو شما اگر امروز کشتید، حوصلش رو گرفتید، سال دیگه باز میروید، خودش میروید. ولی اون حیوانی که شما کشتید دیگر تولید نمیشود. من نمیدونم، حیوان ها شاید روح نداشته باشند، شاید آنها شعور نداشته باشند، ولی چیزهایی هست که با آدم مانند هستند. ما میدونیم که حیوان فرزندش رو دوست می‌دارد. این البته محبت نیست، غریزه است، اینستینکت است، ولی هست. ما میدونیم که حیوان محبت میبندد به صاحب خودش. ما فیل‌ها رو میبینیم چقدر رام میشوند، چقدر خدمت میکنن. ما سگ رو میدونیم چقدر وفادار است، به خاطر صاحبش میتواند از بهر جان خودش گذارد. ما گربه رو میدونیم که چگونه اعضای اولش رو حمایت میکند، ناعیان حمایت میکند. مثلا گربه ها یک خصلت دارد، اگر در خانه بیماری باشد، گربه اطراف همون بیمار چرخ زدن میگیره، همون انرژی منفی رو خنثی میکند، پاک میکند. و همه حیوانات خانگی و حیواناتی که در طبیعت هستند یک خدمت میکنند برای آدم با وجود خودشان، با هستی خودشان. و وظیفه آنها فقط تنها غذای انسان بودن نیست.
و شاید در حالتهایی که انسان چیزی دیگر پیدا نکند شاید ضرورت باشد. یعنی وقتی که ما مثلا به این فرهنگ ها رو می آوریم، فلسفه آنها رو می جوییم، این همون محبت زمین است. این احترام است به نسبت زمین. بین محبت و احترام یک فرق هست. احترام حق دادن است به اون موجودی که در حضور تو هست، خواه انسان باشد خواه حیوان باشد. و همون زمینی که ما زنده بودنش رو نه همیشه حس میکنیم، ولی شما خیلی خوب قدم به قدم اون رو گفتید، نکته رو گفتید که یک چیزی زنده است. و اصلا مقدسی زمین رو در اشعار کلاسیکای ما هم هست. خیام بزرگ میگد زینهار به خاک پای آهستنی کن مردمه که چشم نگاره بود است. و امروز شاید است که در گردن یاری بوده است. بله میگن این کوزه چون من عاشق زاری بوده است. خاکی پدران به هر دستی هر کوزه‌گری. بله، یعنی در چند ربای خیام ما اینو میبینیم که در سیمای کوزه خاک رو میبیند و به او ارج میگذارد. در سیمای خاک گذشتگان خودش رو میبیند به اون ارج میگذارد. یعنی این چیز برای ما بیگانه نیست. اگر گرین پیس امروز میگه وگیتاریان ها یا وگان ها این چیز رو میگن، اینها به زبان خودشان به اسلوب خودشان میگن، ولی فرهنگ ما این رو در ترکیب خود داشته میشه. درست است. البته بسیار چیزی نقص گفتید که حرکت گرین پیس حرکت سبز. بله. برای آن است که در حقیقت سیاره زمین حتی که با شماره 1 نه، با شماره 0 رو از دست 3 مثلا فایز، مثلا گاز کربناتی که در اتمسفر هست با همه قدر نازکی ها ساخته شده است. یعنی در حالت این موازنت برهم خوردن، این سبب بیان می شود که آهسته آهسته سیاره زمین دیگر سیاره می شود. مثلا آن برابری عنصرهای آتش، هوا، آب و خاک در زمین هست، آنها برهم میخورن. مثلا زیادشوی آب میشد، زیادشوی گویم که گرمی میشد، آفتاب زیاد میشد، باز مشکل میشد زندگی کردن. و حالا آن چیزی که در روی زمین شده ایستاده سبب ها دارد و بسیار وقت نظری رو پیشنهاد میکنن که من نظری تکنوگینی است، یعنی که تکنولوژی حاضره سببی به اتمسفر پرتافته شدن زیادی گاز کربنات رو گفته است و این سبب آن شده است گویا که افکت پرنیکووی میگویند، یک گویم که حالتی که همین گرمی که از زمین میبراید همین گاز کربنات آن رو نگه میدارد، مانند آن که پوشیده خانه هایی که در آن گرمخانه هایی که رستنی ها رو مثلا نگاه میکنند، رستنی هایی که در شرایط تاجیکستان مثلا نمیشن، یا که زمستان گرمخانه ها سبب سبزیش اینمی رستنی ها میشن، چون این تاثیرات رو میگویند. و البته سبب دیگر با میگویند که خود سیاره زمین در گردش با آفتاب و خود آفتاب با سیستم خود با یک در راه کهکشان و بین یک ستاره های دیگری رفته ایستاده است که در آنجا زیچی الکترومگنیتی و کیهانی زیاد است و یک فشار دیده میشد که آفتاب هم بعضی انگیزه های خود دارد که یکی از برنامه های ما درباره آفتاب میشد که ما اینجا البته باز آفتاب رو روشن میکنیم، از روی نقطه نظر علم آشنا میکنیم و بیننده گرامی خود انا نقطه نظر ها گوناگونند. ما هم یک نقطه نظر خود رو داریم که چرا در روی زمین حالا این مشکلات شده ایستاده است، چرا گرمی شده ایستاده است، چرا بعضی کاتاکلیزم ها دیگرگونه های سختی داریم که طبیعی شده ایستادن، آفت های طبیعی زیاد شده ایستادن. این یکی از سبب هاش تفکری خود نیران های زمین، یعنی اندیشرانی انسان ها هست. بله. یگانه چیزی که زمین به کیهان میدهد این اندیشه انسانی است. واقعا چنین است. اگر شما اهمیت داده باشید در روند تاریخ، مثلا منطقه‌هایی که از جنگ بیرون نمی آیند، اونجا زلزله ها، آبخیزی ها، بیماری ها زیادتر هستند. نزدیکی در سرحد ایران بود زمین لرزه سخت شد. این همین منطقه است که حالا جنگ رفته است، در سرحد جنگ هستند و اون داد فریاد ها، اون فغان ها، اون احساسات منفی، اون تفکر پر نفرتی که مردم جنگ زده دارند بی تاثیر نمیموند. چون که افغانستان همسایه رو ببینید، در دوام 30 چند ساله که این کشور
در داخل جنگ است خود را از اون بیرون کردن نمیتواند. اونجا هر سر چند وقت یک مشکلات به این مانند هست. و یک چیز دیگر هم هست، وقتی که تفکر ما واقعا رشد یافته نیست، وقتی که تفکر ما مثبت نیست، تفکر ما در ترکیب خودش شکر، احترام، محبت ها رو پرورش نداده است، ما حتی در حالتایی که یک مشکلی اندک پیش میاد ما خودمون رو حمایت کرده نمیتوانیم. درست. بسیار عجیب است که اگر حال ما اینو درک کنیم. من وقتی که یک چیزم خوندم و شنیدم که پرزیدنت کشور محترم امامی رحمان فرهنگ هستی ملت گفت، من باز فکر کردم که اگر فرهنگ فکرانی مردم ما مثبت شود، موقع ساز شود، این یکی از سبب‌های نگه داشتن همین ملت میشه. مثلا در طول هزار سالها اگر که ساختار اجتماعی خلق ما نداشت ولی سبب هستی زنده بودن و تا نامدن همین که فرهنگی خاص تفکری ملی ما بود. یعنی از این لحاظ ما میتوانیم که سببی که بسیار مشکلات هایی که وقتی که سیاره زمین فکرهایی رو میکند که آنها خود پرستی باشند و آنها درباره تامین مثلا کیفیت و معیشتی فراغت روزگاری بعضی خلق‌های هستند در روی زمین که چنین زندگی میکنن، عقیده آنها چنین است، میگه یک بار ما اومدیم و یک بار ما باید از زندگی قصد خودمون نگیریم، چیزی در کار خودمون نگیریم. یعنی اون فراغت هست. بیشتر به چیزهای داده میشن که البته از روی نقطه نظری گوییم که آدمی گیریم، البته آدم میخواهد که راحت داشته باشد، فراغت زیاد باشد، ولی وقتی که این از حد میگذرد و یک افضلیت در بعضی سمت‌های دیگر میشد که بعضی خلق و قوم‌های دیگر عذاب کشند و مثلا همچون یک چیزی تیار کننده برایش آنها شرایط باشند، این البته از روی عدالت نیست که برای آنها اینها همچون یک موادی بگیم که خدمت رسان باشند. برای همین اگر که چنین خواهند باید کل انسانی روی زمین باید چنین حالت فراغت داشته باشد. و تصور کنید که اگر حاضر جنگ هایی که در جهان رفته ایستادند، اگر تمام آن مبلغ قوه انسانی و اون قدر وقتی که در جنگ های بین یکدیگر صرف می شود، تصور کنید که همین قدر مبلغ قوت صرف شود با آن که کیهان رو کشف کنیم، با آن که ما زینه به زینه کوچیانیدن انسان رو با کیهان دیگر سیاره ها سر کنیم و در آنها شرایط بسازیم و این در مدت 50 سال آخر میشد اگر چنین. بله. و حتی تا کیهان هم هنوز در سیاره زمین ما ذخیره های زیادی داریم که استفاده نکرده ایم. هنوز هم بیابان هایی هستند که آباد کردن امکان دارد. مثلا هم کشور عربی وقتی که در یک بیابان خالی یک شهر ساختن، یک مملکت ساختن، این نشان دهنده اون است که عقل انسانی وقتی که سازنده است، وقتی که اون مبلغ رو درست استفاده میبرید، بنیاد کردن ممکن است. این بیابان ها در سیاره ما خیلی زیاد هستند و حتی منطقه یخبسته رو اونجا هم چیزی ساختن، از اون هم چیزی گرفتن امکان دارد. ما هنوز تا کیهان چیزهایی داریم که اینجا استفاده کردن ممکن است. و در شرایط تاجیکستان هم مثلا کوهستان بدخشان مرغاب اینقدر مساحت کلانی هست که در آن میتواند که شهرها آباد شود، میتواند که یعنی که و از آن که ما زیاد شویم، از آن که گوییم که ترسیم که مقدار ما زیاد شود چی میشد، این جای چی نداره، جاهایی هستن که انسان میتونه امکانیت همیشه هست. و حتی بله، حتی واقعا سیاره کشور ما که در خریطه های میانه ما خودمون رو پیدا کردن نمیتونیم به درجه که در خریطه خورده است و وقتی که در داخل کشور با ماشین سیاحت میکنید ببینید که اینقدر زمین های زیاد داریم ما هنوز که هنوز استفادهش نکردیم به قدر در کاری و ذخیره های زمین به حدود هستند. من گمان میکنم که ولی این معنی اون ندارد که ما رو باید غارت کنیم. استفاده درست ذخیره های زمین یکی از رسالت های انسان است. از زمین هر چیزی میگیری به او بازگرداندن لازم است و بازگرداندن نه تنها خدمت است و مهنت است، بازگرداندن محبت هم است. مثلا وقتی که ما باغ بنیاد میکنیم ما به زمین خیلی چیزا میدهیم. این درختان نه تنها از زمین میگیرن بلکه وقتی برگاشون میریزد غذای زمین میشد، میوه پوسیده میغلطد غذای زمین میشد، خودی سبزه هایی که میرویند و گشته پژمرده میشوند و در اونجا خشک میشوند اینها غذای زمین میشوند. یعنی برای همین در کتاب مقدس اوستا دهقان رو گفته بودن که تو شخص مقدس هستی، زیرا او نه تنها میگیرد
بلکه همزمان همون گردش را استوار نگاه می‌دارد. و حتی مثلا در فرهنگ دهقانی یک چیز دیگر هم هست که زمین رو حاصل گردان میکنن. اگر 2-3 سال یک زراعت رو کشت کردید، زمین دیگر حاصل خوب نداد، میگن که حاصل گردان کنید، یک چیز دیگر بکارید. یا ماده های لازمی که برای اون رستنی در کار بود، بله. اون ماده هایی که برای او در کار نبود نمیگیره. بله، یعنی وقتی که خداوند به بنده ها زمین رو تقدیم کرد، این دانش ها رو هم به انسان داد و انسان باید به خاطر که این مادر خودش رو حفظ کند، این دانش ها رو امروز به کار برد. و امروز دانش ها اگر زمان های پیش پیدا کردن دانش مشکل تر بود، مثلا خود چاپ کتاب ها مشکل بود، دسترس کردن کتاب ها مشکل بود. اگر عصرهای چندین بیشتر رو به خاطر بیاریم، کتاب ها دستی نوشته می شدن. کتاب های علمانی ما یک نسخگی یا 2 نسخگی امروز در موزه های قدیمی کدام کشورهای دیگر هستند، ما نه همشان رو خودمون داریم. ولی امروز شما در یک تلفن دستیتون صدها هزارها کتاب رو دارید. فرهنگ حفظ زمین رو ما می توانیم بیاموزیم از اون مسئولانی که در گرین پیس هستند، از اون متخصصانی که با اکولوژی مشغول هستند، از اون دانشمندانی که مثلا با گوناگونی بیولوژی زمین مشغول هستند. یک حرکت دیگر هست که مخصوص با بیارزنابرازی میگن، یعنی گوناگونی بیولوژی زمین رو میآموزد و اون رو حفظ میکند. و گوناگونی بیولوژی زمین چی است؟ مثلا هر کشور مخصوصیت طبیعی خودش را دارد و موافق همون طبیعت زراعت های دارد که تنها در آنجا میرویند و یا که شکل بهترش در آنجا میروید و هر کشور باید این رو حفظ کند. آموزش فرهنگ ها نباید به ضرر مخصوصیت همون منطقه باشد. ما وقتی که زمین میگیم پیش از همه برای چی باشد؟ پیش نظر ما میباید زمین کشت، بعد میباید زمین پدران، یک پاره که این سیاره بزرگ که نمیقدر یک پشت ناخونش برین، ناخون برینش به ما رسیده است و ما برای همه قدم آماده هستیم که برای این وطن جان بدهیم. ولی ما باید در خاطر نگاه داریم که سیاره زمین این وطن بزرگ ما است. ما باید آماده باشیم که هر ذره خاک این زمین رو در کجای باشد حفظ کنیم، احتیاط کنیم، به قدرش برسیم، آنجا خون نریزیم، آنجا باغ بنیاد کنیم، آنجا خرابکاری نکنیم، آنجا شهر بسازیم. و این تفکر مثبت این همان چیزی است که ما همچون شکرانه میتوانیم به شعور کیهان بازگردانیم و این چیزی است که میتواند حقدار بودن ما رو به این زمین اثبات کند. وگرنه اگر ما به قدر این زمین نرسیم، حق در آن زندگی کردن نداریم. و باز همین زمین است که مهربان است که همون روزی که ما از عالم میرویم باز هم ما رو به بر میگیرد. درست است. در گردش حیات انسان یکی از زینه‌هاش وقتی است که انسان در درون خاک زندگی میکند تا روزی برهم خوردن کیهان که آن رو قیمت میگیرند. البته زمین درست قید کرده، زمین یک کشتی است برای بشریت، کشتی است که در فضای کیهان شنا دارد. و من به یادم آمد وقتی شما سخن میکردید، به یادم آمد که ما در کودکی با چوب زمین رو چوب رو در زمین میزدیم و بیبیم خدا رحمتش کند آمد و گفت که این کار رو نکنید که یعنی زمین رو نزنید، زمین درد میکند. ما خندیدیم گفتیم زمین هم درد میکند، ما نمیشنویم که. او گفت که شما صدای زمین رو نمیتوانید شنید. نقل کرد که بابایی که بیبیم با کلند چوبین زمین را کشت میکرده است، کلند آهنی نمیگرفته است که زمین یعنی که درد نکنه. آزار نیابد. آن قدر یک فرهنگ معنوی بلند در مناسبت به زمین است. و مردم شرفمند تاجیکستانی ما چی میتوانند نسبت به زمین؟ البته شکرانه اون که هر روز آفتاب یعنی که روشنی میکند، گرمی میدهد، تازه نگاه داشتن آب، خاک وطن را مقدس دانستن و البته هوای وطن را پاک نگاه داشتن، یعنی نسوزاندن هر گونه چیزها، برگ ها که حالا تیرما هست و ممکن است بعضی ها برگ ها رو جمع کرده یعنی که دودی به غلیظی در فضا پهن کنن و هوا رو افلاس کنن. برای همین نگاه داشتن اون اطراف دوست داشتن و خود را قسمی از همین طبیعت ناتکرار حس کردن و هماهنگ بودن با آن طبیعت و با قلب
و میگویم که دوست داشتن اون این البته وظیفه هر یک شهروند ما و از آن جمله کسی که در روی زمین زندگی میکنه. و چنین است اگر به خاطر بیاریم روایت های دینی رو زمانی وقتی که حضرت آدم و ماما حوا قاعده زیستی بهشت رو ویران کردن، خداوند آنها رو به زمین بدرقه کرد و گفت اینجا زندگی کن. ولی اینجا بدرقه نبود، این نعمتی بود، این تحفه بود و خداوند که این کار رو کرد، بله زمین رو به حضرت آدم تحفه کرد، گفت که تو به قدر بهشت مفت نمیرسی، خودت اینجا بهشت بنیاد کن. و برای آباد کردن این بهشت همه نیرو رو به انسان داد، تفکر داد، عقل داد، حسیات داد، دست و پنجه داد، دانش های زیاد رو داد و سال تا سال هر سر چند وقت یک قشر دیگری دانش ها رو باز میکند برای انسان. ما وقتی که عالمان چیز کشف میکنن شاد میشیم که یک نفر یک چیز کشف کرد. ما نمیدونیم که خداوند آن دریچه رو خودش باز کرد، زیرا تمام دانش های الهی در ضمیر هر یک انسان هست. فقط در وقت ساعت ضروری یک دریچه رو خداوند باز میکند، میگه که اکنیش رو استفاده بر. ایران گنج است که امروز باید به کار بری و این گنج ها رو به خاطر آن میدهد که ما در روی زمین بهشت رو بسازیم. و ما در مثال های کشورهای آباد میبینیم که انسان برای خودش بهشت رو ساخته است و خیلی زیبا هم هست. بعضا حواسمون میبرد که چنین قدر کشور زیبا دارند. بعضا میایم در کوچه شهر خودمون میگردیم، از شدی دلمون باغ شده میشد، میگیم که چقدر کشور زیبا داریم. واقعا بهشت است روی زمین. حتی در همون اقیانوس یخبسته هم شاید اونجا یک کرمک زندگی میکند و برای خودش اونجا بهشت دارد. از این رو ما باید این چیزها رو درک کنیم. هنگامی که این رو درک میکنیم خودمون به قدر آن میرسیم و از اون که خودمون به قدر آن میرسیم این نعمت رو سال تا سال زیاده میگردانیم، اون رو کم نمیکنیم. و یک چیز دیگر هم باید در خاطر نگاه داریم، زمین نه تنها نعمتی است به ما تحفه شده است، آن امانتی هم هست. و فرهنگ والای ما میتواند که خیلی نگاه داشتن حالتی سالمی زمین رو مساعدت کند. بله، امانت است که امروز ما و شما زندگی میکنیم، با فردا برای فرزندانمون، نبیرگانمون، ابیرگانمون، اولادی که پس از ما میآیند برای آنها چیزهای بگذاریم. ما حق نداریم که همه اینها رو پریشان کنیم و آنها رو پیشکی حقیر کنیم. خداوند خودش رزق آنها رو میدهد، ولی ما هم حق نداریم که به اون امانتی که خداوند به ما داده است خیانت کنیم. این بود صحبت امروزه ما در اطراف زمین. این زمین با لطف او احیا شده، این زمین از بحر ما احیا شده است. این زمین رو حفظ میباید نمود، جمله منهای عالم ما شده. حفظ کنید زمین ما رو، دوستش بدارید و خوشبخت باشید در این زمین زیبا. با ما باشید تا صحبت آینده در تلویزیون سفینه.